سبزی یکی از خوشمزه ترین و معروف ترین خورش‌های ایرانیه. من مریم ابراهیمی هستم و امروز میخوایم با همدیگه یه قرمه سبزی جا افتاده و درجه 1 درست کنیم. بریم که مواد اولیه‌اش رو داشته باشیم. مهمترین نکته در داشتن یک قرمه سبزی جا افتاده، خوشمزه و خوش‌عطر سبزی اون هست. شما اگر یک روش برای پخت قرمه سبزی داشته باشین و از 2 تا سبزی متفاوت استفاده کنین، مطمئنا نتیجه متفاوت خواهید داشت. ترکیب سبزی که من بهتون میگم نزدیک به سلیقه جنوب ایران هست و این مقدار برای 4 کیلو سبزی هست که میتونید به 4 بسته تقسیمش کنید و هر بار برای 5 نفر قرمه سبزی بپزید. جعفری 1 کیلو، تره 500 گرم، اسفناج یا برگ چغندر 700 گرم، گشنیز 700 گرم، قسمت سبز پیازچه 500 گرم، شنبلیله 400 گرم، شوید 200 گرم. همه اینا رو میشوریم و زمانی که کامل آبش رفت ریز ریز خرد میکنیم. حالا باید سبزی رو داخل یک قابلمه بزرگ بریزیم تا بخارپز بشه. اول حرارت متوسط باشه. زمانی که رنگ سبزی عوض شد زیرش رو یک مقدار کمتر میکنیم و 1 ساعت زمان میدیم تا کاملا نرم بشه و بخارپز بشه. زمانی که سبزی مثل تصویر نرم شد از حرارت برمیداریم و 5 دقیقه با گوشتکوب میکوبیم. این کار کمک میکنه که بعداً خورشتمون لعابدارتر بشه. زمانی که سبزی خنک شد اضافهش رو بسته‌بندی میکنیم برای فریزر و 1/4 رو داخل تابه روی یا استیل میریزیم و میریم برای سرخ کردن. بهتره که برای سرخ کردن سبزی از روغن جامد و مایع به صورت ترکیبی استفاده کنیم. سبزی رو حتما با حرارت کم سرخ میکنیم. همچنین روغن رو همون اول اضافه نمی کنیم و در چندین مرحله روغن رو به سبزی اضافه میکنیم. هر 10 دقیقه یک بار که سبزی رو میایم هم میزنیم یک مقدار روغن هم اضافه میکنیم. تا سبزی داره سرخ میشه این طرف یک پیمانه لوبیای چیتی رو که حداقل از 3 ساعت قبل خیس کردیم جداگانه میذاریم تا بپزه. قابلمه مناسب رو برمیداریم و یه دونه پیاز بزرگ رو که نگینی ریز خرد کردیم داخلش تفت میدیم. حالا به اندازه 300 گرم یا بیشتر گوشت خورشته گوسفندی اضافه میکنیم. حسابی تفت میدیم. زمانی که رنگ گوشت عوض شد 1 قاشق چایخوری ادویه کاری، 1 قاشق چایخوری زردچوبه، نصف قاشق چایخوری فلفل سیاه اضافه میکنیم و بازم تفت میدیم. حالا به حدی که روی گوشت رو بگیره آب جوش اضافه میکنیم و در قابلمه رو میذاریم تا با حرارت کم گوشت کاملا بپزه. حالا 3 تا لیمو عمانی با پوست روشن، نازک و با کیفیت رو با چنگال سوراخ میکنیم و داخل آب جوش به مدت نیم ساعت میخیسونیم. بعد به گوشت اضافه میکنیم. این طرف سبزی در حال سرخ شدنه و کاملا تیره شده. نیم ساعت که از پخت گوشت مونده بود سبزی سرخ شده رو بهش اضافه میکنیم. حالا لوبیا رو هم چک میکنیم. اگر پخته بود بدون آب داخل خورش میریزیم. خورش رو مخلوط میکنیم. توی این مرحله برای رسیدن به غلظت دلخواه با احتیاط آب جوش اضافه میکنیم. به مدت 1 ساعت در قابلمه رو میذاریم و با حرارت خیلی کم اجازه میدیم هم گوشت کامل بپزه و هم مزه ها به خورده هم برن و خورش جا بیفته. بعد از 1 ساعت 3 تا لیمو عمانی رو پرک میکنیم مثل تصویری که میبینید یا به صورت آماده هم میتونیم بخریم که تقریبا 3 قاشق غذاخوری میشه. به خورش اضافه میکنیم و نمک خورش رو هم تنظیم میکنیم و اجازه میدیم که نیم ساعت دیگه هم پرک ها ترشی خودشون رو به خورش پس بدن و بعدش قرمه سبزی ما حاضره.
اینم از قرمه سبزی خوشمزه درجه 1 و جا افتاده ما. امیدوارم از این رسیپی هم استفاده کنین و لذت ببرین.